أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بینندگانی محترم و معزز و مکرم، دوستانی ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 120 احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما در مورد احکام صدقه فطر که یک نوعی از انواع زکات هست خواهد بود. بعد از اینکه در چند قسمتی گذشته تعریف زکات و احکام زکات و احکام عشر و خمس را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما تقدیم کردم. در این قسمتی از برنامه در مورد زکات فطر، زکاتی که در شب عید فطر یا در صبح عید فطر به فقرا و مساکین داده می شود، در مورد حکمی از او و مقداری از او و وقتی از او و حکمت از مشروعیتی از او، در این موارد خدمت شما هستم و اینها را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. آیاتی که قبلا خدمتتان تلاوت کردم: قد افلح من تزکى و ذکر اسم ربه فصلى. عده‌ای از مفسرین بر این باور هستند، رأیشان این است که این آیه کریمه در مورد نماز عید فطر و زکات فطر و تکبیراتی که در شب عید فطر آمده است، این آیه در این مورد است، چون الله متعال می‌فرماید که قد افلح من تزکى، به تحقیق هر آینه رستگار شد کسی که زکات خود را داد و ذکر اسم ربه و پروردگار خود را به پاکی یاد کرد و فصلى باز نماز خواند. و چون مسلمان ها در شب عید و در صبح عید زکات فطر میدهند و وقتی که شام عید آفتاب غروب میکند میپردازند به گفتن تکبیر، ذکر الله متعال، الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد، که تکبیرات مطلق هست. و بعد از او صبح عید، صبح اول شوال، وقتی که آفتاب طلوع میکند و به اشراق میرسد، شروع میکنن به خواندن نماز. و این آیه کریمه این سه کار را ذکر کرده. اول گفته که قد افلح من تزکى، کسی که زکات خود را داد راستگار شد که مراد از زکات فطر است، و ذکر اسم ربه و یاد پروردگار خود را کرد که مراد از او تکبیرات است که در شب عید و در صبح عید گفته می شود. فصلى مراد از او نماز است که بعد از او در صبح عید خوانده می شود. و زکات فطر دوستان عزیز بر بارای هر مرد مسلمان، هر شخص مسلمان، چه مرد باشد، چه زن باشد، چه طفل باشد، چه بزرگ باشد و چه غلام باشد و چه حر و آزاد باشد، واجب و فرض است. و وجوب و فرض ازی در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت هست. بر هر فرد مسلمان واجب عینی است که زکات نفس از طرف خود و از طرف کسایی که او متکلف نفقه از اونهاست، مجبور به دادن نفقه از اونهاست، که مثلا خانیمش هست، پدر مادرش هست اگر بزرگسال باشند، و غلام هایش هست اگر غلام داشته باشد، و خدمتگارایش هست اگر خدمتگار داشته باشد، که مکلف به روزی از اینها یا مکلف است به دادن اعاشه از اینها، لذا او مکلف است به دادن صدقه فطر از طرف آنها. و این مطالب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم را از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که حضرت عبدالله بن عمر فرمودند: فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض گردانیدند. فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطری، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را فرض قرار دادن، واجب قرار دادن و این دلالت میکند بر فرضیت و بر وجوب زکات فطر. صاع من تمر او صاع من شعیر، و این دلالت میکند به جنس و مقداری از او که جنسش از جنس طعام باید بوده باشد و مقدارش یک صاع بوده باشد و یک صاع علما گفتن که برابر 4 کف هست و یا اینکه برابر 2.40 یا 2.50 کیلوگرم، یعنی 2.5 کیلوگرم یا 2.5 کیلوگرم کمی زیاد و یا کمی کم که به هر چیز را، هر نوع را میزانش یا صاعش فرق میکنه از دیگر. صاع من تمر باید یک صاعی از خرما داده شود، او صاع من شعیر یا یک صاعی از جو. على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمین، و باید به تمام مسلمان ها فرض است، چه غلام بوده باشد و چه آزاد بوده باشد، چه مرد بوده باشد، چه زن بوده باشد، چه خرد بوده باشد و چه بزرگ بوده باشد. و امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرده، این دلالت بر وقتش میکند که وقتش قبل از اینکه مردم ها برای ادای نماز عید می روند که از غروب افضل است که از غروب شروع شود، از غروب شامی شب عید تا اینکه مردم ها به طرف نماز ادا کردن نماز عید می روند. و امر کردند که این صدقه، این زکات داده شود قبل از اینکه مردم ها برای ادا کردن نماز عید خارج می شوند و به عیدگاه می روند. این حدیث شریف حدیث متفق علیه اولا دلالت میکند به وجوب صدقه فطر، که صدقه فطر واجب هست، چون حضرت عبدالله ابن عمر فرمودند که فرض و فرض دلالت میکند به وجوب چیز و وجوب یک امر. و این رأی جمهور علما و اکثر علماست و عده از علما، بعضی از علمای شافعی و همچنین داوود ظاهری رأیشان این است که صدقه فطر واجب نیست بلکه سنت هست، و گفتن که در اینجا فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرض به معنای تقدر است، تقدیر کردن، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اندازه صدقه فطر را چنین بیان کردن که صاع من تمر او صاع من شعیر، اندازه کردن که اندازه صدقه فطر یک صاع از شعیر و یک صاع از تمر است. و در اینجا فرض گفتن به معنای واجب نیست بلکه به معنای تقدیر و اندازه کردن هست. لیکن جمهور علما، اکثر علما رأیشان این است که این دلالت بر فرضیت بر وجوب میکند و صدقه فطر دادنش بر هر فرد مسلمان، چه خرد باشد چه بزرگ، چه عبد باشد چه حر و چه خرد باشد یا بزرگ، برای از او چه مرد باشد چه زن واجب هست. و عده از علما از جمله ابن منذر هم اجماع علما را نقل کردند که علما به این امر اجماع دارند. و علمای احناف رحمت الله علیهم بنا به تعبیری که دارند که فرق میکنن بین فرض و واجب، گفتن که صدقه فطر فرض نیست بلکه واجب هست، چون آنها میگن که هر چیزی که به دلیل قطعی آیه قرآنی ثابت شده باشد اون فرض است، و هر آنچه که بر دلیل ظنی حدیث نبوی ثابت شده باشد اون واجب است، چون صدقه فطر با آیه قرآنی صراحتا ثابت نشده بلکه با حدیث گهرواری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، لذا او واجب هست. به هر حال چه فرض بگیریم بنا به تعبیر جمهور علما، چه واجب بگیریم بنا به تعبیر علمای احناف، دادن این صدقه بر مسلمان ها، بر تمام مسلمان ها واجب و لازمی هست. و لفظ دیگری از حدیث که رسول اکرم صلی الله علیه و آله عبدالله بن عمر فرمودن علی العبد والحر والذکر والانثى، دلالت به این میکند که بر تمام انسان های مسلمان واجب است و مثل زکات فرضی نیست که فقط بر غنی و بر مکلف، بر بالغ فرض بوده باشد، بلکه بر انسان آزاد فرض بوده باشد، بلکه به خلاف از او این بر تمام مسلمان ها فرض است، چه او مسلمان خرد باشد، چه بزرگ باشد، چه غلام باشد، چه آزاد باشد، چه مرد باشد، چه زن بوده باشد. و این مطلب در حدیث دیگری هم آمده، حدیثی که امام بیهقی از عبدالله بن ثعلبه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ادوا صاعا من قمح عن كل انسان ذكر او انثى صغير او كبير غني او فقير حر او عبد، شما یک صاعی از گندم را من حیث صدقه فطر ادا کنین از هر انسانی، از تمام انسان، هر انسانی که در زیر کفالت شماست، شما مکلف به دادن
شما مکلف به رساندن روزی از او هستین، شما مکلف به دادن طعامی از او هستین. باید از طرف از او یک ساعی از گندم من حیث صدقه فطر بدهین، چه اون مرد باشد یا زن باشد یا خرد باشد یا بزرگ باشد یا غنی باشد یا فقیر باشد. در اینجا هم غنا شرط نیست، یا آزاد باشد یا غلام باشد. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که اما الغنی فیزکیه الله، غنی که هست توسط این صدقه فطر الله متعال او را پاک میکند، نفسی از او را پاک میکند و روزه از او را پاک میکند از شوائب و از گناه ها و از تقصیرهایی که در روزش آمده. و اما الفقیر فیرد الله علیه اکثر مما اعطى، اما فقیر علاوه به اینکه این صدقه نفس از او را پاک میکند، روزه از او را از گناه ها و از تقصیرات پاک میکند، علاوه به این الله متعال برای از او بر میگرداند بیشتر از آن چه او داده، که آن چیزی که او داده کم هست، لیکن دیگر مردم ها، دیگر غنی انسان های غنی زکات صدقه فطر خود را برای از او میدهند و او بیشتر کسب میکند از آنچه که داده. اگر او یک چیزی کمی هم به نام صدقه فطر داده باشد، لیکن دوباره از دیگر مردم ها صدقه فطر میگیرد و آنچه که داده کمتر است در مقابلی که آنچه او گرفته. لذا به این احادیث بنا به این احادیث صدقه فطر بر تمامی انسان های مسلمان ها واجب هست و از یک کسی مستثنا نیست و هر کسی که تو مکلف به از این است که نفقه از او را بدهی، باید زکات فطری از او را بدهی. حدیثی که امام دارقطنی و امام بیهقی روایت میکند این مطلب را بیشتر واضح میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ادوا صدقه الفطر عمن تمنون، شما صدقه فطر را بدهید از طرف هر کسی که شما مکلف به نفقه دادنی از او هستین. هر کسی که شما مکلف به نفقه دادنی از او هستین، صدقه فطر را هم از طرف از او بدهین، چه اولادهای شما باشد، چه پدر و مادر شما باشد، چه خدمتگارها و عبید شما بوده باشد. اما در مورد جنس و مقدار این صدقه فطر که چقدر باید داده شود و از چه نوع داده شود، احادیثی که قبلا خدمتتون عرض کردم، این احادیث هم دلالت کرده به این است که جنسی از او باید از جنس طعام بوده باشد، از جنس اشیایی بوده باشد که انسان ها او را میخورند و در خوردن روزمره خود استعمال میکنند، چون در حدیث عبدالله ابن عمر کلمه تمر و کلمه شعیر آمد و در حدیث عبدالله ابن سلمه کلمه قمح آمد. اینها همه دلالت به این میکنند که جنس صدقه فطر باید از جنس طعام بوده باشد، چیزهایی بوده باشد که انسان ها او را من حیث طعام استخدام میکنند و میخورند. و همچنین که مثلا گندم هست، جو هست، خرما هست، کشمیش هست و برنج هست و آرد هست و قروت هست، این چیزایی است که در احادیث دیگری هم از آنها ذکر آمده. و اما مقدارش در این احادیث مقداری از او هم ذکر شده که 1 ساع است و گفتم که 1 ساع معادل میشه با 4 کف از غلجات یا از حبوب دانجات و به حساب کیلوگرم معادل میشه با 2.40 یا 2.50 یا کم و بیشتر که فرق میکند از یک غلجات به دیگر غلجات. مثلا شاید خرما کمی زیاد شود و گندم کمی از او که کمتر شود. به هر حال اگر کسی از باب احتیاط کار میگیرد باید 3 کیلو یا 2.5 کیلو از هر چیز، از اگر گندم میدهد یا جو میدهد یا برنج میدهد به مقدار 2.5 کیلو تا به 3 کیلو باید از هر نفری بپردازد. و این احادیث و احادیث دیگری هم حدیث متفق علیه است بر این امر دلالت میکنه. حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که ایشان فرمودند کنا نعطیها فی زمان النبی صلی الله علیه و آله صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب، ما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را چنین 1 ساع از طعام ادا میکردیم، چیزهای خوردنی می بود، از چیزهای خوردنی ما 1 ساع می پرداختیم، یا 1 ساع از خرما می بود، یا 1 ساع از شعیر و جو می بود، از زبیب یعنی کشمش می بود. و در روایت دیگری آمده که او صاع من عقط یا 1 ساع از قروت یا کشک ما او را می پرداختیم. و این حدیث همه دلالت کننده بر این است که
جنس آنچه که ادا کرده میشه در صدقه فطر باید از نوع طعام بوده باشد، از چیزهایی بوده باشد که انسان ها را میخورند. بنابراین احادیث عده از علما، جمهور علما که علمای مالکی و علمای شافعی و علمای حنابله هستند، رأیشان این است که صدقه فطر باید از جنس طعام داده شود و علمای حنابله او را مختصر کردن در این انواعی که در احادیث وارد شده که او گندم هست و جو هست و خرما هست و کشمیش هست و قروت هست و علمای مالکی و شافعی گفتن که مراد از این قوت هست، هر آنچه که خورده می شود، هر آنچه که مروج است در مابین مردم من حیث قوت و من حیث طعام خورده شود. پس بنابراین اگر در عصری از عصور مثلا برنج مثلا زیاد مروج باشد میشه برنج بدهد، یا اگر استخدام مثلا آرد زیاد مروج باشد میشه آرد بدهد. پس هر آنچه که قوت و طعام هست و در بین مردم مروج هست من حیث قوت و طعام استخدام می شود، از اون نوع یک صاع از هر نوعی که میخواد بدهد، یک صاعی از بر بالای هر فرد واجب می شود. اگر 10 نفر از افراد عائله بوده باشد باید 10 صاع بدهد و اگر 5 نفر باشد 5 صاع، بر هر فرد یک صاع واجب است، باید او را بپردازد. اما علمای احناف و عده از علمای دیگر رأیشان این است که می شود که در بدل از او پیسه یا چیزهای نقدی هم بپردازد، که این اختلاف و وجه اختلاف اینها را بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. آنان که دارند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است پس از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به اندازه‌ای که به او داده است مکلف نمی کند. الله پس از سختی و ناخوشی آسایش پدید خواهد آورد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، تمام احادیث دلالت بر این میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دادن صدقه فطر ترغیب کردن و نوع جنسی از او را از نوع طعام بیان کردن که باید از انواعی داده شود که او انواع طعام بوده باشد، من حیث طعام و من حیث قوت در مابین مردم استخدام شود، که او مثلا گندم هست یا جو هست یا خرما هست یا کشمیش هست و یا مثلا برنج هست یا هر آنچه که در مابین یا آرد است، هر آنچه که در مابین مردم من حیث طعام و قوت مروج است داده شود. و بنابراین احادیث جمهور علما رأیشان این است که دادن زکات فطر نقد و پیسه درست نیست، چون در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم نقد و طلا و نقره نقدی مروج بود و متداول بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر به دادن نقدی نکردند، بلکه در تمام احادیث
امر به دادن اجناسی کردن که او طعام هست و متداول من حیث طعام در بین مردم مروج هست. بنابراین دادن پیسه بنابرای جمهور علما درست نیست، یا دادن قیمتی از او، مثلا یک صاع تمر چقدر قیمتش می شود قیمتی از او را دادن، یا یک صاعی از گندم چقدر قیمتش می شود دادن قیمتی از او، یا یک صاعی از برنج قیمتش به چه اندازه می شود دادن قیمتی از او، بنابرای جمهور علما ناجایز هست. اما علمای احناف رأیشان این است که دادن نقد هم جواز دارد، چون و این رأی نقل شده هم از امام بخاری رحمت الله علیه و از عمر بن عبدالعزیز و از حسن بصری و عده علمای دیگر و بعضی از علما و محققین در عصر حاضر هم رأیشان این است که چون اصلح و بهتر برای فقیر و برای مسکین در زمان فعلی مثلا پیسه هست، نقد است، لذا قیمتی از او را داده شود برای از او افضل و بهتر هست. و علمای احناف فرمودند که چون در روایت ها علت بیان شده که علت صدقه فطر چنین بیان شده که اغنوهم عن الطواف فی هذا اليوم، شما صدقه فطر را برای فقرا و مساکین بدهید تا که آنها در این روز عید که روز خوشی هست مسائله نکنن، پیش مردم در خانه مردم رفته سوال نکنن. و این علت احیانا در دادن نقد و پیسه بهتر ما او را پیدا کرده میتونیم. اگر ما فقیر، چون در عصری از عصور اگر فقیرها به پیسه و به نقد زیاد محتاج بوده باشند، ما با دادن پیسه و نقد این علت را میتونیم که رفع کنیم از فقرا و مساکین. وقتی که پیسه و نقدی برای از اونها دادیم یا قیمتی یک صاعی از تمر یا یک صاعی از جو و گندم را دادیم، این قیمت میتوند که آنها را از رفتن و به در خانه مردم از مصالحه منع کند. و چون این علت وقتی که در قیمت یا در نقد ما را پیدا میکنیم و لذا دادن نقد و قیمت هم اشکالی ندارد. لیکن اگر انسان مسلمان خواسته باشد که از خلاف خود را خارج کند و بنابرای جمهور علما عمل کند که از انواعی بدهد که او طعام و قوت بوده باشد، و بالخصوص وقتی که انسان فقیر مسکین را پیدا میکنه که محتاج مثلا به برنج است، محتاج به گندم است، محتاج به آرد است و از این انواع محتاج به خرما هست تا که از اینها طعام آماده کنند به روز عید خود. اگر این چنین مساکین را پیدا میکند افضل و بهتر است که از انواعی بدهد که قوت و طعام بوده باشد. اما در مورد وقت زکات فطر که چه وقت باید این زکات فطر ادا شود، در احادیثی که قبلا خدمتتون عرض کردم این بیان شده. حدیث عبدالله بن عمر که حضرت عبدالله بن عمر فرمودند که قبل خروج الناس الى الصلاه رسول اکرم صلی الله علیه و امر کردند که این زکات وقتی داشته شود که پیش از اینکه مردم ها برای ادای نماز عید خارج میشوند از خانه های خود برای ادای نماز عید میروند به عیدگاه. و همچنین در حدیث عبدالله بن عباس که امام ابو داود و امام حاکم او را روایت میکند از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند فمن اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله، کسی که این صدقه را پیش از ادا کردن نماز عید میدهد این یک صدقه مقبوله هست که از طرف از او من حیث صدقه فطر الله متعال را قبول میکند. و من اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات، کسی که تا خواندن نماز را نمیدهد و بعد از ادای نماز عید را میدهد و مثل دیگر صدقه ها ادا می شود، اما به خاطر یعنی اجر و ثواب دیگر صدقه را میگیرد، اما به خاطر نداد اما از طرف صدقه فطر او ادا نمی شود و به خاطر ندادن صدقه فطر او مرتکب گناه می شود و آثم می گردد. و پس بنابراین احادیث رأی علما به این اتفاق نظر دارند که وقت دادن زکات فطر از غروب آفتاب شب عید شروع می شود تا به اینکه مسلمان ها برای ادای نماز عید به نمازگاه می روند. در این فتره باید داده شد و افضل و بهتر وقت شمیست که بعد از نماز فجر و قبل از خواندن نماز عید داده شود. و همه علما به این اتفاق نظر دارند که دادنش قبل از روز عید به یک روز دو روز هم جواز دارد و اشکالی ندارد و این از فعل صحابه کرام رضی الله عنهم ثابت شده است. همچنانه که امام بخاری رحمت الله علیه از نافع مولا ابن عمر رحمت الله علیه و رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نافع مولای ابن عمر که جمله فقهای مشهور بود و از جمله تابعین بود، از فعل صحابه کرام نقل میکند که صحابه کرام میدادند صدقه فطر را قبل از روز فطر، قبل از روز عید، یک روز پیش یا 2 روز پیش، 1 روز پیش 2 روز پیش صحابه کرام این کار را میکردند، صدقه فطر خود را میدادند. و در روایت دیگری در نزد ابو داود رحمت الله علیه آمده که نافع مولای ابن عمر رحمت الله علیه و رضی الله عنهما فرمودند فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. از فعل ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که حضرت عبدالله ابن عمر این صدقه را، صدقه فطر را قبل از روز عید، 1 روز قبل و یا 2 روز قبل این صدقه را میدادند و به فقرا تقسیم میکردند. و آخرین وقت این صدقه فطر صلات عید است که وقتی که نماز عید شروع شد، امام به خواندن نماز عید شروع کرد، این صدقه وقتش خلاص می شود و کسی که قبل از او نداد و بعد از نماز عید داد، این من حیث یک صدقه نفلی از طرف از او الله متعال را قبول می کند. اما بنادادن صدقه فطر او آثم و گناهگار می شود. و در مورد حکمت از صدقه فطر که حکمت چه بوده این صدقه فطر، حکمت ازی هم در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیثی است که ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند و حدیث هم حدیثی است که امام ابو داود و امام ابن ماجه و امام حاکم را روایت میکنند که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساکین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فطر را بنا به 2 علت، بنا به 2 حکمت، بنا به 2 سبب فرض قرار دادن، واجب قرار دادن. علت و حکمت اولش این است که طهرة للصائم من اللغو والرفث، این صدقه فطر پاکیست برای روزدار از لغو، از بیهوده، از سخنای بیهوده که در روزه خود میگوید، از داو و دشنامی که از زبانی از او در وقتی که روزدار بود صادر می شود، و رفث و از آمیزش های جنسی که نظری به طرف نامحرم میکند، بوسه از خانم خود میگیرد، با خانم خود بغل میزند. این چیزهایی است که در وقت روزه مکروه و ناجایز است و این چیزها را اگر مرتکب می شود و داو و دشنام می دهد و ناسزا به کسی می گوید، این چیزها را در وقت روزه اگر مرتکب می شود، با علت دادن زکات فطر این است که زکات فطر الله متعال توسط زکات فطر این انسان را از این چیزها پاک میکنه، از این گناه ها که در وقت روزه او مرتکب شده پاک میکند. و علت دومش این است که و طعمة للمساکین، این صدقه فطر طعام است و برای که برای مساکین، که مساکین را توسط این صدقه فطر در روز عید این انسان مسلمان او را از سوال کردن، از رفتن به در خانه مردم سبب می شود که او این کار را نکند و مانع از او می شود و سبب از این می شود که این انسان مسلمانی که فقیر و مسکین هست لقمه نانی در روز عید پیدا کند و در خانه کسی دیگری نرود و در همراه باقی مسلمان ها در خوشحالی عید شریک شود. بعد از او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمودند فمن اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبوله، کسی که این صدقه فطر را قبل از نماز میدهد این صدقه مقبوله هست، همچون در حدیث قبلی آمده که الله متعال این صدقه را از او قبول میکند. و من اداها بعد الصلاة فهي صدقه من الصدقات، کسی که این صدقه را بعد از ادای نماز میدهد پس او مانند دیگر صدقه های نفلی یک صدقه نفلی حساب می شود، اما از صدقه فطری از او حساب نمی شود و صدقه فطری از او بجا نمی شود و بنا دادن صدقه فطر او مرتکب گناه می گردد. پس این حدیث هم حدیث عبدالله ابن عباس هم مانند دیگر حدیث ها اولا دلالت میکند به واجب بودن صدقه فطر و دوم دلالت میکند به اینکه صدقات و خیرات سبب بخشش گناهان میگردد، همچنان که صدقه فطر سبب می شود که توسط از الله متعال گناهایی که انسان در وقت روزه خود به چشم خود، به دهان خود، به زبان خود مرتکب شده اون را پاک کند و سبب بخشش این گناه گردد. و همچنین دلالت میکند به وقت صدقه فطر که از غروب آفتاب شروع می شود و تا به خواندن نماز، تا به وقتی که نماز عید شروع می شود خوانده می شود تا به او وقت
و بعد از کسی که بعد از نماز عید میدهد او دیگه ادا نمی شود و مانند دیگر صدقه ها الله تعالی ثواب از او را برش میدهد، اما صدقه فطری از او ادا نمی شود و جواز دارد که صدقه را یک روز یا 2 روز قبل بدهد بنا به فعل صحابه که ثابت شده است. و همچنین طعمة للمساکین دلالت به این میکند که این مختص است دادن این صدقه برای مسکین ها و برای مساکین داده می شود و برای فقرا داده می شود و این رأی عده از علماست و عده از علما رأیشان این است که مختص به فقرا و مساکین نیست، بلکه اصناف 8 گانه که در باب زکات فرضی بیان شده در آیه کریمه بر هر یکی از آنها که بدهد ادا می شود و اشکالی ندارد، اما افضل و بهتر است که به فقیر و مسکین بدهد و شروع کند به فقیر و مسکینی که اقرب فالاقرب است، که کسی که نزدیکانی از اوست فقیر و مسکین و کسی که همسایگانی از اوست و کسی که در از اطراف و در محله از اوست و بعد از او کسی که دورتر هست و افضل و بهتر است که در همون جایی که هست در همون جا داده شود. اگر فقیر و مسکین در اونجا پیدا نشد باز بنا به فتوای علما میتوند که زکات فطر خود را بر شهر دیگری بفرستد یا در اونجا شخصی را توکیل کند که از طرف از او زکات فطر خود را به فقرا و مساکین در اونجا بدهد. و همچنین حدیث شریف گفتیم دلالت میکند بر حکمت از مشروعیت زکات فطر که اول طهرة للصائم، پاکی برای صائم است، صائم و روزدار را از گناهایی که توسط زبانش، توسط چشمایش، توسط لبهایش این شخص مرتکب شده، این صدقه فطر سبب می شود که الله متعال توسط این صدقه فطر گناههای از او را ببخشد و این صدقه فطر سبب پاکی از او شود از این گناه ها. و سبب حکمت دومش هم طعمة للمساکین هست که طعام است برای مساکین و در روایت دیگری آمده که اغنوهم عن الطواف فی هذا اليوم، به خاطر از اینکه تا که فقیرها در این روز، در این روزی که روز خوشی هست، لقمه نان پیدا بکنن و مجبور نشوند که به در خانه دیگه مردم به در خانه بایه ها و غنی ها رفته سوال بکنن. و لذا این صدقه فطر را الله متعال فرض گردانیده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرض گردانیده و علما رأیشان این است که این صدقه فطر مانند سجده سهو در نماز، وقتی که در نماز سهوی را مرتکب میشوی سجده سهو میکنی، توسط سجده سهو اون سهوی تو جبران میشود، نماز صحیح میشود. صدقه فطر هم در روزه مانند سجده سهو است، وقتی که در روزه تو گناه را مرتکب میشوی و توسط صدقه فطر اون گناه از بین میرود و زکات روزه تو مقبول و قبول شده به درگاه الله متعال قبول میگردد و اجر و ثواب از او را تو کسب و کمایی میکنی. در اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسید و احکام و آدابی که متعلق بود به صدقه فطر هم در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و بیان کردم. تا با دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.